سرخط خبرهای مهم. آفت طبیعی به تاجیکستان 12 میلیون دلار ضرر رسانده است. بازداشت دو تاجیکستانی با گمان لاتوکوبی راهگذران در روسیه. شکایت از رفتار مقامات تاجیک به 5 سازمان بین المللی. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. با امید تنصیحاتی شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 1 آگوست. آفت‌های طبیعی در 6 ماه اول سال 2024 برای تاجیکستان قریب 131 میلیون سومانی یا 12 میلیون دلار ضرر رساندند. این آمار را رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 31 ایول در نشست خبری اعلام کرد. نظرزاده گفت در نیم سال اول سال روان در کشور 532 آفت طبیعی رخ داده است که نظر به همین دوره سال گذشته 57 مورد بیشتر است. رئیس کمیته همچنین افزود در 12 آفت طبیعی 15 کس جان دادند، 9 نفر در نتیجه آمدن سیل، 4 کس در نتیجه رعد و برق و 2 نفر در وقت فرآمدن یرچ. مسئولان این نهاد در نشست خبری از غرق شدن ساکنان نگرانی کردند. رستم نظرزاده گفت در 6 ماه امسال 86 کس در دریاها و کوهها غرق شدند. شماره غرق شده ها نظر به سال گذشته 2 کس بیشتر بوده است. در فصل بهار امسال تاجیکستان شاهد آمدن سیل‌های زیاد بود که در نتیجه آن ده‌ها منزل ساکنان و انشاءات اجتماعی آسیب دیدند. خیرالدین عثمانزاده دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان هنگام نشست مطبوعاتی از منفی معرفی کردن تاجیکان در رسانه‌های روسیه اظهار نگرانی کرد. با تاکید او روندهایی که ضد مهاجران تاجیک در روسیه صورت می‌گیرد با سیاست دو کشور ارتباط ندارد. وی گفت در همکاری سازنده دو جانب که شریک استراتژی هستند این مسئله حل خود را به زودی خواهد یافت. عثمانزاده همچنین اضافه کرد که قانون شکنی ها میان مهاجران کاری مشاهده می شود ولی در یک سال اخیر کم شده است و اگر با فکت و دلیل های رسمی نگریم منظره دیگر را مشاهده می کنیم. بعد از حمله به کراکو سیتی هال رسانه های روسیه مخصوصا رسانه های نزدیک به کرمل هنگام بازتاب این حادثه و بازداشت گمانبران معیارهای اخلاقی بین المللی روزنامه‌نگاری را رعایت نکردند، به حدی که برخی آنها احتمالیت بیگناهی را به نظر نگرفته بدون حکم دادگاه آنها را تروریست عنوان کردند. در همین حال کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید شخصیت همه اعضای گروه را که در میتیش راهگذران را برای سیمای ظاهریشان لطوکوب میکردند معین کرده شده است. 2 عضو گروه را الکی دستگیر کردند. چند پیش در اینترنت ویدیویی نشر شد که نشان میدهد یک گروه جوانان همسالان خود را لطوکوب میکنند. رسانه ریدوفکا نوشت که این گروه گویا پلیس شریعت را تشکیل کرده جوان پسران را برای داشتن خالکوبی، موی سر دراز و دختران را برای لباس نامناسب لطوکوب میکنند. گروه را نفر با نام دولتعلی زویروف که سال 2023 شهروندی روسیه را دریافت کرده است راهبری میکرد. زویروف بعد از آنکه ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تند را به میان آورد با نشر نوار عذر پرسید و گفت در روسیه تولد و بزرگ شدم، این کشور را دوست می‌دارم. کمیته تفتیشاتی روسیه با بند افباشی پرونده باز کرده است. شخصیت همه گمانبران معین شده است. آنها زاده و شهروند تاجیکستان میباشند. 2 عضو گروه بازداشت و یک تن دیگر تحت پیگرد قرار داده شده است. آمده است در اطلاعیه کمیته. حکومت تاجیکستان برای گریزه های احتمالی از افغانستان و هم قربانیان آفت طبیعی شهرک علاهیده می سازد. رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت این پناهگاه در ناحیه جلال‌الدین بلخی و با مبلغ بانک آسیایی رشد ساخته می شود. با ادامه حکومت طالبان در افغانستان مقامات تاجیکستان ورود گریزگان را از همسایه کشور پیش بینی می کنند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه. خیمه ها برای گریزه های احتمالی از افغانستان. این مکان را سال 2022 در ناحیه جلال‌الدین بلخی درست کرده بودند در 50 کیلومتری مرز با افغانستان. حالا مقامات تاجیکستان میخواهند در این مکان شهرک علاهیده بنیاد کنند. اکنون ما بینای مستحکم کاپیتالی میسازیم. یک شهرچه میشود اونجا برای 1000 کس گفته استادیوم. دو آشیانه خانه میشود. هر یک اویله با قریب توضیح بگم شما 1000 باشد چهارتگی 200 250 اویله با همه شرایطش قد ساخته می شود. این زمانوی می شود. اول شما گفتگیتون اگر رفتگی باشه اونجا پالاتکا بود تمام هیچ نبود غیر از پالاتکا. اکنون مستحکم کاپیتالی می سازیم. حسابی
аз ҳисоби бонки осиёгии рушд маблағзорӣ карда мешавад 4 ё 5 миллион доллар. назарзода гуфт биноҳои нав бо 3 ҳадаф сохта мешаванд. барои шахсоне ки дар натиҷаи офатҳои табиӣ муваққатан бехона мемонанд, шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон, барои гурезаи эҳтимолӣ яке агар гуреза шавад ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кунад, ҳамонҷо ҷойгир мекунем. Ва сеюм ин барои гузаронидани машқҳои симулятсионӣ якҷоя бо вазорату идораҳои дахлдор ҷумҳурӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ. مقامات تاجیک بعد بازگشت طالبان به قدرت پیش بینی می‌کردند که تا 10,000 گریزه از افغانستان به تاجیکستان می‌آیند، اما چنین نشد چون تاجیکستان ورود شهروندان افغانستان را بعد سال 2021 سخت محدود کرد. آن افغانستانی‌های هم که به تاجیکستان آمدند دوباره به کشورشان برگشتند یا راه کشور سوم شدند. اما با ادامه حکومت طالبان مقامات تاجیکستان آمدن گریزه ها از افغانستان را پیشگویی می‌کنند. در آینده که چنین حالت‌ها از سببی که وضع سیاسی در افغانستان چنین مرکب باقی میماند، اما حکومت جمهوری تاجیکستان و خود کمیته رهبری کمیته تصمیم گرفتند که در همون جایی که ما شهرک خیموی کرده بودیم در آن یک شهرکی یعنی چخیل بیام با ساختمان بینای دو آشیانه تمام اینفراستراکتورش که برای بودوباش این گریزه ها، نه تنها گریزه ها در حالت های فوق العاده هم ما میتوانیم آن رو استفاده بریم. چنین کارهای ساختمانی با دستگیری بانک آسیایی رشد همین سال آغاز میگردد. قریب 3 سال است که در آن سوی مرز طالبان حکومت میکنند. حکومت تاجیکستان از یک سو برای گریزه های احتمالی پناهگاه میسازد، ولی از سوی دیگر ورود افغانستانی ها را مشکل کرده است. در هر صورت مقامات تاجیکستان نگران وضع از افغانستان و از جمله ورود گریزه ها هستند. پناهجویان افغانستانی که سالها پیش به تاجیکستان آمده بودند اساساً در اطراف شهر دوشنبه زندگی میکنند. مقدار آنها کمتر از 10,000 گفته می شود. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. بنیاد بزرگمهر و انجمن مهاجران آسیای مرکزی قرارگاهشان در اروپا از جزادهی دستجمعانه و بازداشت و حبس بعضی از نزدیکان مخالفان در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. آنها برای حل این مشکلی روز 31 ایول از 5 سازمان از جمله شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد و صلیب سرخ، نمایندگی اتحادیه اروپا و سفارت کشورهای خارجی در دوشنبه مدد خواستند. رعایت عهده‌داری‌های بین‌المللی تاجیکستان، رهایی زندانیانی که ناعادلانه محکوم شدند، بازدید نمایندگان سازمان‌ها و سفارت‌ها از زندان‌ها و آشنایی با وضع محبوسان سیاسی از جمله درخواست‌های آنهاست. مؤلفان اظهارات گفتند چنین نوع جزادهی نه تنها حقوق و آزادی شخصی را پایمال می‌کند، بلکه به بی‌عدالتی و زورآوری حقوق دولتی سبب می‌شود. سازمان و کشورهای غربی سالهای آخر پیوسته حکومت تاجیکستان را به سرکوب ناراضیان تنقید می‌کنند. با وجود درخواست به تکرار آنها، مقامات در دوشنبه یا سکوت اختیار کردند و یا از تصمیم خود برای بازداشت و حبس بعضی از منتقدان و نزدیکان مخالفان حمایت کردند. بنیاد بزرگمهر سازمان مستقل حقوقی است. انجمن مهاجران آسیای مرکزی یک سازمان عضو پیمان ملی ائتلاف گروه از مخالفان تاجیک است و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است. و چون همیشه در این بخش از رویداد مهم تاریخی برای روز 1 آگوست خبر می‌دهیم. 1 августи соли 1936 театри мусиқию мазҳакавии шаҳри Хорух таъсис шуд, ки баъдан ба номи Меҳрубон Назаров гузошта шуд. Театре барои 400 тамошобин дар солҳои шӯравӣ соле даҳҳо намоишномаҳои касбии, драмавию мазҳакавиро ба соҳна мегузошт ва баъди истиқлолият то 2 намоишнома дар сол маҳдуд шуд. театр бо намоишномаҳои Ишқи парӣ, Даври Орифӣ, Калила ва Димна ва Шоҳносири Хусрав ва ҳунарпешаҳои мисли Меҳрубон Назаров, Заррагул Искандарова, Бовар Хусрав ва дигарон маъруф шудааст.
аз 1 августи соли 2005 дар беморхона дар монгоҳои тоҷикистон расман низоми хадамоти пулакӣ ҷорӣ шуд. ин қарори вазорати тандурустӣ дар доираи барномаи хидматрасонии бо кафолати беҳдоштӣ дар тоҷикистон роҳандозӣ шуда ҳадафаш пешгирӣ аз коррупсия ва фароҳам шудани хадамоти босифати тиббӣ ба аҳолӣ буд. вале бо гузашти солҳо интиқод аз ин низом кам нашуд ва қишри бебизоату нодор аз дастрасӣ ба хадамоти босифати тиббӣ бенасиб гардид. 1 августи соли 1951 сиёсатмадори тоҷик Акбаршоҳ Искандаров таваллуд шудааст. раиси собиқи шӯрои олии Тоҷикистон дар авҷи рӯёрӯиҳои солҳои 1990 муддате иҷрокунандаи вазифаи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам будааст. ҳамеша гуфтааст ки барои мардум ва кишвар хидмат карда нотавонии худу ҳамкоронашро дар пешгирӣ аз оғози ҷанги шаҳрвандӣ як камбудии ҷиддӣ номидааст. ارزش اسعار خارجی برای امروز کمی تغییر یافته است. بانک ملی 1000 روبل روسی را به 122 سومونی، 100 یورو به 1149 سومونی و 100 دلار را به 1060 سومونی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی را تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید به ما نویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.